خب قبل از اینکه ما اصلا راجع به دیپوزیت یا برداشت یا واریز وجه صحبتی بکنیم، ابتدا نیاز هست که شما مراحل احراز هویت در صرافی BingX رو یاد بگیرید. گوشه سمت چپ بالای صفحه روی این عکسی که نشانه پروفایلتون هست یک بار کلیک میکنید. چند گزینه پایینتر قسمت ستینگ کادر اول نوشته وریفیکیشن. ابتدا باید وریفیکیشن رو انجام بدید. اینجا شما میبایست کشورتون رو انتخاب کنید. روی آدر میذارید. اولین گزینه یونایتد استیت هست. ما نمیخوایم روی آمریکا بذاریم و کشور خودمون رو باید انتخاب کنیم، پس میذاریم روی آدر یعنی سایر کشورها و گزینه اگری اند کانتینیو رو میزنیم. گزینه کانتینیو رو میزنیم. اینجا از ما پرسیده که ملیتت رو ابتدا انتخاب کن. دوباره کانتینیو رو میزنیم. توی این صفحه دو تا گزینه برای ما آورده، یکیش آیدنتی داکیومنت یا همون کارت شناسایی هستش و دومین گزینه سلفی هستش. ابتدا ما آیدنتی داکیومنت رو باید آپلود کنیم. گزینه کانتینیو رو میزنیم. در ابتدا شما باید کشورتون رو تعیین کنید. یک بار دیگه ما میایم کشور رو، اگر توی ایران باشید که اصلا نیازی نیست تغییر بدید، به صورت اتوماتیک و پیش‌فرض روی ایران هستش. بعد از اینکه ایران رو انتخاب کردید، یا آیدی کارت که همون میشه کارت ملیتون یا پاسپورت. خب من میخوام با کارت ملیم احراز هویت رو انجام بدم. روی گزینه آیدی کارت کلیک میکنم. اجازه دسترسی به دوربین گوشی رو میدم و کارت ملیمو میذارم جلوی گوشی و یه دونه عکس ازش میگیرم. به عنوان مثال من از کارت ملیم این عکس رو گرفتم. حالا گزینه آبی رنگ اینو میزنم. خب میگه که پشت کارتت رو بذار عکسش رو بگیر. به عنوان مثال من گرفتم. حالا داکیومنت ایز ریدیبل رو میزنم یک بار دیگه. خب اینجا چون من از کارت واقعی استفاده نکردم برای من اجازه نداد، یعنی اطلاعات من رو ناقص تشخیص داد. اما در کل نحوه احراز هویت و وریفیکیشن صرافی BingX به همین شکل هستش. بعد از اینکه کارت ملیتون رو پشت و روش رو اسکن گرفتید، این صفحه براتون میاد. چهره خودتون رو قرار بدید و چهرهتون بعد از اینکه اسکن بشه خودش تایید میکنه. ثابت بمونید، جایی باشید که نور خوبی داشته باشه، چهرهتون واضح دیده بشه. بعد از اینکه اسکن انجام بشه خودش اتوماتیک میره مرحله بعد. حالا اون موقع شما میتونید به انتقال وجه رو انجام بدید.